سلام بچه ها، به این ویدیو خوش اومدید. اینم اتاقم که درونش رقص نور زدم اینجا دختر پسر قاطیه فقط و بعدشم یکم توی بچه ها من بیلاخی که گوشیمو نگه میداشت پیدا نکردم. واقعا بیلاخ بودا. این ویدیو قراره بازی گانچو ازش یه گیم پلی بریم. یه بازی فکری جنگیه که شروع میکنیم. صفحه بازی که اینه. ای ارور زرنگ و اینجا باید یه بازی نوبتیه دیگه که الان مرحله اولشه. خیلی سخت بازی. اینجا یه نوبت رفتم که ابیلیتی بردارم. چرخش سیلندر رو نیاز دارم. با این باتریش تمام شد. عجیب، من فیس ریویل کردم ولی فیس هم تو ویدیو نشونه. البته خیلی از یوتیوبرها این کار رو انجام نمیدن دیگه. خب دیگه حالا همه قرار اینجا ببینید. خیلی یارو قصر در رفتار. حالا این یارو که اومد جلو حالا یه چرخش سیلند الان نابودش دیگه برمردیم. حالا با مهمات رو برمیتام برد رو بیشتر میکنیم. اینجا یکم غیر هست که باعث میشه شما بتونید از روی اینجا بپرید. الان مثلا اسنایپره بی هدف زد اینجا خوده مرد. یکم انمی های بازی فنگ کی زد؟ الان براتون یه حرکت میزنم. کامل بازی رو میبندیم. This is Elon Musk.
کردیم. بازیش یه باگی که داره اینه که این کارا رو انجام بدید دوباره همون مرحله سوم باشید. اگه مثلا جوری نابودش میکنه. حالا اینم میکشیم. حالا شات کنم ریلود آنلود کردیم این ها رو. حالا کارش تمام. سوار خر پیکسلیش میشه و میره. فقط این یارو مگه نباید سوار اسب باشه؟ چرا سوار خر میشه؟ چه میدونم، شاید خودش خر باشه. بمیر. چشم نه ما که هر کاری کنید از باگمون استفاده میکنیم. اکسید چیه؟ نه اکسید چیه؟ بچه ما هنوز اکسید یکیش رو دانلود نکردم. نه میتونستم اکسید بازی کنیم جای ایشون. این فشاری بی گرافیک ما رو فشاری میکنه ولی گرافیک نداره. ولی سوسیس میخوام بابا، سوسیس میخوام بابا، سوسیس. ولی سوسیس میخوام بابا، سوسیس میخوام بابا. وای ما مردم. بچه ها اینجا اخطار داده که اگه تیر بزنی بهش میمیری. او انتحاری شده. چه کاریه، بزن بره. واو این بشکیه. بالاخره تونستم یکی رو با کاکتوس بکشم. یکی باکتوس مرد، یکی با کاکتوس مرد. یکی باکتوس مرد، یکی با کاکتوس مرد. واقعا یکی هم با هرچی بود مرد ولی الان نمرد. 30,000 تا دمش کرد. حالا یه چرا هولش نداد سمت جلو؟ الان دقیقا هدفش از این که هولش نداده. زود باش کنین تو چی؟ پاک کن نکشه تو بس شبات الکلی خوردی نه بس از کجا میاد این بو بویره دو کاین جاف سربان خیلی فشارم پایین جاف سربان سرهنگ داییم جاف سربان اینم ویسکینی چاییم جاف سربان. خب دیگه حالا یه چرخش ببین. خرالله بیا که کار داریم. الان من یه ابیلیتی دیگه بردارم. این ابیلیتی
عالیه. میتونید 2 تا گوشی اونورتر بپرید. چه کارهایی باید کنیم ما با این. الان ببینید هر لحظه ممکنه ما توسط این بی‌رملی کشته بشیم و این خیلی بده. یکم محیط رو داشته باشید. خب تو رو خدا جان هر کی دوست داری رم رو بکشتم. خب دیگه مردی. خب داداش بمیر. اینجا درصد مرگمون زیادی بالا. الان نمیتونم یارو رو بکشم. خب دیگه جان مادرت فقط بندازونه. برادر الان این که سلیکو میکنه کار در میاد. دیدید با یه پرش یک عدد پرش خودتون رو نجات بدید یا با کلی حرکت که من پرش انتخاب کردم. خدایش این انصافه. دشمن با خودش 10 تا نوبت انجام میدن ولی ما یکی یکی باید کارا رو برسیم. نمیتونم بکشمش و یک بار دیگه بکشمش و تمام. بیا خر. فقط الان میتونم آمانشم بگیم. ریکوچت یه دونه دیگه مونده تا برسیم به باس فایت. به لطف باگایی که من از این بازی یاد گرفتم به خدا به لطف هرچی باگ بود من میبردم. واه این آرش کمانگیر نسخه غرب وحشیه فکر کنم. برادر این همه در حد آرش کمانگیر برده بالایی. یکی بزنم باید ریکوچت بشه. نه آقا چرا ریکوچت نزد از اون ما با روش خودمون ریستارت میکنیم. گانچو داری ریستارت یس نکرد. حالا میتونم این رو تمومش کنم بعد از 1000 سال زحمت کشیدن و
ریدم توی این بازی. بلند من که الان هر کاری هم کنم دیگه در خطره. هر کاری که من بکنم اینجا الان در خطرم. هر کاری تاوانی دارد. هر کاری تاوانی دارد. نه ندارد. انبر نسیم اینو توی فارسی پنجم یاد گرفتیم. انبر. خب کسی که انبر کیست؟ انبر کسی است که میبرد. خدایش من اونی که جواب این بلد نیست رو پیدا کنم. انبر کیست؟ انبر چیست؟ انبر چیزی است یا کسی است که میبرد. بابا این چرا این آدم نمیره نمیزنه اون به اون؟ یه بازی 16 دقیقه ویدیو شد. وایسید من کارت میکنم دیگه، داره حجم ویدیو بالا میره. بچه ها مرسی که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. خداحافظ. نتونستیم تموم کنیم بازی رو این مرحله شد.